بچه شما اگر ورزش نرود، ریاضی زیاد حل نکنه، درسای حفظی هم نخونه و فقط کارتون نگاه کنه، تا 4 وعده اجازه گشنگی داره و هیچ چیش نمیشه، سالم میمونه. اگر بهش غذا دادی این بچه بیش فعال میشه. شما پنگ کردی محمد جان بیا بخور، نمیخورم، اصرار نکنی، خودت میدونی، جمع میکنی. صبحانه رو پنگ کردی بخور، نمیخورم، جمع کن. نهار رو پنگ کردی بخور، یه بار میگی هر دفعه نمیخورم. شام سنگم میخوره، این درسته. ولی تو میفتی دنبالش، بخور مامان جون بخور. خراب کردی بچه شما تا 4 وعده اجازه گشتگی داره، چون کالری نمیسوزونه. بهش بدی در حقش اجحاف کردی، چون بدن نمیکشه. دیدی خودش باز خودش میگه، تو نمیذاری، میگه نمیخورم، تو ناراحتی. چرا نمیخوری؟ میمیری یا بذار بمیره، من دارم به تو قول میدم اگه بچه‌ت مرد خونش با من. میگه میشه بچه بمیره؟ چیزی نمیسوزونه که آخه. بابا بدن خودش واکنش مثبتشو نشون میده، تو اجازه نمیدی. گشتش باشه سنگ میخوره. بیاید نیست من تو میخوردیم، از زیر زمین نخوش پیدا میکردیم میخوردیم، چون بدن واکنش مثبت نشون میده خودش. هر غذایی که زوری وارد بدنش سم تولید میکنه، یادت نره.